بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 18 دی ماه 1403 به اتفاق تعدادی از مدیران محترم شهرستان دنا بازدیدی را از طرح‌های و مناطق گردشگری بخش پاتاب از توابع شهرستان دنا را ما داشتیم. در ابتدای کار ما از پل تاریخی پاتاب بازدید داشتیم. خب یک سری هدف از این بازدیدها احصاء مشکلات موجود بود و برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات. در بحث پل تاریخی پاتاب خب ما 1,800,000,000 تومان از اعتبارات ملی برای مرمت بازسازی این پل در سال 1403 در نظر گرفته شده که انشاءالله پیگیر هستیم اون بخشی که نیاز به مرمت و بازسازی داره به امید خدا به هر چه سریعتر شروع به کار بکنه. در ادامه بازدیدهایی که داشتیم ما همکنون در غار دهشیخ هستیم، جاذبه گردشگری بسیار ارزشمند و بسیار جذاب و زیبای بخش پاتاب هستیم. خب اینجا ما خدمت سرمایه‌گذار هستیم اینجا و مشکلات و موانع و محدودیت هایی که داره برای توسعه منطقه اطراف غار رو ما بازدید داشتیم، با سرمایه‌گذار صحبت های لازم انجام شد، مشکلات رو احصا کردیم. انشالله در اولین فرصت سعی میکنیم مدیران استانی رو اینجا دعوت بکنیم تشریف بیارن، از نزدیک بتونیم انشالله بخشی از مشکلات رو برطرف بکنیم و هرچه بیشتر در راستای رونق گردشگری بخش و شهرستان و توسعه گردشگری استان بتونیم انشالله اینجا گام‌های مفید و مثبتی رو برداریم.